زیارتنامه علی اکبر علیه السلام. یک امام معصوم برای علی اکبر علیه السلام زیارتنامه انشاء فرمودند. در یک فقره از این زیارت داریم: السلام علیک یبن الحسن و الحسین. سلام بر تو ای پسر حسن و پسر حسین. در حالی که علی اکبر علیه السلام فرزند سید الشهداست، برای چی او را فرزند امام حسن خطاب می کنند؟ مرحوم مقرم می فرماید: یحتمل ان یکون الغرض من ذکره اشارة الی نکته دقیقة. شاید اشاره به یک نکته دقیق باشد: و هی لیاقة الاکبر لتحمل الاسرار الالهیه کالائمة المعصومین علیهم السلام. و یحتمل، و احتمال دارد که او چون دارای حلم حسنی و شجاعت حسینیه است، از این جهت به او میگویند یبن الحسن و الحسین. باز در زیارت: و جعلک من اهل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. آیه تطهیر دلالت بر عصمت اهل البیت علیهم السلام میکنه و در جای خودش بحث میشه. علی اکبر علیه السلام جزء 14 معصوم نیست، اما یقینا دارای مقام عصمت است. مرحوم مقرم بحث کرده در کتاب علی اکبر علیه السلام و این زیارت که انشاء شده امام معصوم علیه السلام باز خود دلیل بر این مدعاست.